دوره جوونی و نوجوانی، یا بهتره بگیم دوره نوجوانی، من بیشتر موسیقی سنتی گوش میدادم. بیشتر شهرام ناظری و محمد رضا شجریان. تا زمانی که رفتم دانشگاه، رشته برق دانشگاه فردوسی، اواسط دهه 1370 اسلامی یا 2550 ایرانی. و از اونجایی که همیشه علاقه داشتم به موسیقی، رفتم در کلاس های سولفژ جهاد دانشگاهی مشهد ثبت نام کردم. یک دفتری داشتن اون موقع در خیابان دانشگاه مشهد، و در این کلاس ها بود که برای اولین بار به صورت جدی با موسیقی کلاسیک آشنا شدم. اما این فاصله موسیقی کلاسیک کلا موسیقی غربی تفاوت داره با موسیقی سنتی ایران. منظورم از فاصله، این فاصله بین نوت هاست، فاصله موسیقاییشون و کلا سیستم موسیقی. به خاطر همین به گوش مقدار ناآشنا بود وقتی که گوش میدادم به آهنگای آهنگسازان مختلف. هیچ وقت یادم نمیاد به اولین باری که واقعا متوجه زیبایی موسیقی کلاسیک و عظمتش شدم زمانی بود که سمفونی شماره 9 بتهوون رو گوش دادم. اونجا تا اون موقع هنوز نوار کاست رایج بود. اون موقع حتی سیدی هم خیلی رایج نبود در بین کسانی که به موسیقی گوش میدن اون موقع. و خود همون جهاد دانشگاهی یک جایی داشت که انواع آمد نوارهای کاست داشتن و میتونستن اعضا برن و امانت بگیرن برای چند روز یا یک هفته و گوش بدن با اون موسیقی. بعد یک مدت گوش دادم به موسیقی کلاسیک، دوباره برگشتم بعضی از اون آهنگای سنتی رو دوباره گوش دادم و یک دفعه انگار موسیقی که در تمام دوران نوجوانی بهش گوش داده بودم و از دید من موسیقی بسیار زیبا و با ارزش بود، یک دفعه به نظر خیلی ابتدایی و سطحی میاد. و از اون موقع تا به حال نظر من عوض نشده راجع به موسیقی سنتی ایران. اینکه چرا موسیقی سنتی ایران اینطوریه، چیزیه که باید موسیقیدانان و کسانی که با تاریخ موسیقی آشنان بررسی بکنن. ولی حدس من بیشتر اینه که موسیقی سنتی و ایران اون بخشی از موسیقی ایرانی است که از فیلتر آخوندها رد شده در این 500 سال یا بیشتر از 500 سال اخیر. یعنی اون چیزی که اینها اجازه دادن به عنوان موسیقی منتقل بشه. و حس غالب بعد گوش دادن به این موسیقی سنتی لاغر برای من اینطور بود، حس یه غم خیلی بزرگ. یا خیلی کم پیش اومد که موسیقی سنتی رو من گوش بدم و حس شادی و شعف به وجود بیاد. اگر یک تصنیف بود که شاید جالب بود، قبلش باید یک برکاست 25 دقیقه یک موسیقی خسته کننده ای رو گوش میداد که من حتی همون موقع هم که خیلی اهل موسیقی سنتی بودم زیاد علاقه نداشتم. این رو فقط دارم میگم که این روزهایی که ما همه خشمگین هستیم و عصبانی از این کارهایی که رژیم اسلامی انجام داده، از این جنایت هایی که انجام دادن، ما احتیاج داریم به یک موسیقی که به ما انرژی بده. و موسیقی سنتی ایرانی همچین توانایی رو نداره، چون لااقل در بین تمام حس هایی که من داشتم از گوش دادن به موسیقی سنتی، حس نشان دادن خشم و عصبانیت چیزیه که مطلقا وجود نداره در این موسیقی. بعد از اینکه یک مدتی من گوش دادم به موسیقی سنتی، کم کم رفتم سراغ موسیقی ها و سبک های مختلف و بعد کم کم موسیقی راک رو کشف کردم. و این بخشی از بدبختی زندگی در اون سالهاست در ایران که هیچ دسترسی به مدیا و کلا موسیقی، فیلم یا هیچ چیزی دیگه وجود نداشت که بشه آدم
آشنا بشه با تحولاتی که داره اتفاق میفته در دنیا. چه شاید فیلم با بدبختی میشد از این ور اون ور پیدا کرد، ولی موسیقی روز مطلقاً هر چی که بود چیزهایی بود که باید با نوار کاست این ور اون ور میشد، یا اگر سیدی هم بود یک سیدی هایی بود که هر جا میرفتیم همه به- داشتن گوش میدادن. بعد از این که من موسیقی راک رو کشف کردم، بعد که در ایران یه مقدار اینترنت فراگیرتر شد و میشد که با موسیقی گوش داد، و چه بعد که اومدم از ایران خارج شدم و بعد در این رفتم به کنسرت ها و فستیوال های موسیقی، فهمیدم که این موسیقی بود که من زمان بچگی و نوجوانی باید بهش گوش میدادم. اون زمانی که ما در ایران داشتیم به آهنگای شجریان و شهرام و ناظری گوش میدادیم و انرژیمون کامل تخلیه میشد. توی دنیای غرب نوجوانا داشتن با آهنگ جامپ ون هیلن بالا و پایین میپریدن و از زندگی لذت میبردن. البته این آشنا شدن گوش با موسیقی یک چیزی که شاید زمان ببره. اگر شما هم گوشتون فقط آشناست با موسیقی سنتی ایرانی، شاید بار اول که موسیقی راک رو گوش بدید و یا گیتار سولو اگه گوش بدید به نظرتون صدای گوش خراش بیاد، ولی بعد که آشنا بشید با این موسیقی و گوشتون آشنا بشه، متوجه تفاوت ماهوی این دو تا سبک موسیقی میشید. و در بین انواع اقسام راک که تعداد از دست من راجع خارج تعداد سبک های یا زیر سبک هایی که بهتره بگیم توی موسیقی راک هست، اون چیزی که بیشتر از همه به نظر من مناسب حال روز و حال خود من هست در این روزها موسیقی هیوی متال است که شاید آشنا باشید با بعضی از گروه هایی که معروف هستند و در این زمینه شاید متالیکا معروف در این گروه باشه. و این متالیکا اتفاقا یکی از اولین گروه کنسرت های موسیقی بود که من بعد از خارج شدن از ایران رفتم. من از ایران سال اواخر 2008 میلادی رفتم به کشور ایرلند برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا و اونجا احتمالا فکر کنم 2009 بعد باشه، چون اوایلی بود که رفته بودم اه، ایرلند. توی شهر دوبلین گروه متالیکا اومده بود و کنسرت رو برگزار کرد و جز اون خاطرهایی که فراموش نمی کنیم، چون وقتی که اینا اومدن روی سن من زودتر رفته بودم به نسبت بقیه و تقریبا جلوی سن بودن. اینا که وارد شدن آنچنان جمعیت به هیجان اومد و چپ و راست میرفت که اصلا هیچ کنترل آدم دست خودش نبود. همینجور با جمعیت مثل موج چپ و راست آدم میشد و میشد حس کرد اون انرژی که این موسیقی داره میده به شنوندگانش. خلاصه کلام این که اگر با موسیقی راک و موسیقی هیوی متال به صورت خاص آشنا نیستید، من توصیه میکنم که برید پیدا بکنید، چون الان مطمئنا یا میشه دانلود کرد از جایی یا بالاخره تو دوست آشنا دارید کسایی که این موسیقی رو داشته باشن تو آرشیوشون. و حتی اگر اون هم نشد، باز لااقل موسیقی کلاسیک گوش بدید. در این روزها ما احتیاج داریم که این خشم مقدسی که در وجود ماست رو زنده نگه داریم و ازش انرژی بگیریم برای نابودی این پلیدانی که دارن فرزندان کشور رو درو میکنن در خیابونها. باید این خشم رو زنده نگه داریم برای روزی که دستمون میرسه به اینها و میخوایم نابودشون بکنیم. و در اون روز هست که نباید هیچ تردید به خودمون راه بدیم برای اینکه اینها رو باید از سر راه برداشت برای آزادی ایران. خلاصه کلام اگر آشنا نیستید کلا با این سبک موسیقی، من پیشنهاد میکنم که لااقل تلاش بکنید، چون اوایل به عنوان کسی که خودش از این راه اومده و میدونه که اوایل شاید به نظر موسیقی عجیب و غریبی بیاد و به گوش ما خوشایند نباشه اگر با اون سبک موسیقی سنتی بزرگ شدیم، ولی بعد که آشنا بشید متوجه میشید که چه چیزی را از دست دادید این همه مدت و ای کاش زودتر با این موسیقی آشنا میشدید. شاید شما هم مثل من موسیقی راک رو
کشف کنید و بفهمید که این نوع موسیقیه که باید بیشتر و بیشتر بهش گوش داد. اگر اینطور هست حتما پیشنهاد میکنم که پیدا بکنید این روزها گوش بدید به این موسیقی، انرژی بگیرید و خشمتون رو شعله‌ور نگه دارید. فعلا همین. بدرود.